السلام علیکم. مهم نیست که ما چقدر عمر میبینیم، مهم آن است که چند روز او را در حقیقت مثل انسان خوب زندگی کرده میتوانیم. زندگی ما با دو شعر در میان آمده است. سعدی میگوید: برخیز و مخور غم جهان گذران. وقتی خستن حافظ میگوید: بنشین و دمی به شادمانی گذران. حالا امروز ماندیم تا تکلیف بعدی چی باشد نمیدانم. شاعر میگوید: خوش زبانیم گفته و لیک بد زبانی میکنیم، خوش گمانیم و گفته و لیک بد گمانی میکنیم. صد دریغا که دل ما به زبان یک رنگ نیست، مهربانیم گفته و نامهربانی میکنیم. سخت است بخندی و دلت غم زده باشد، هر گوشه از پیرهنت نم زده باشد. سخت است به اجبار به جمع بنشینی، وقت دلت از آدم و عالم زده باشد. بله، البته که حافظ شیرازی میگوید: رسم دنیا در همین است، آن که آمد رفتنی است. بعد رفتن نام نیکت بر زبانها مانده نیست. تا توانی خلق را از خود مرنجان با سخن، آن که بالاتر نشیند آخرش افتادنی است. همیشه دوستان عزیز، به هر یک شما گفتنی هستم که همیشه مهربان یکدیگر باشید. برای هم بیکاره نمیگوید که این عمر ما تکرار نیست. البته که ناآدمی هم در کار نیست.